اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم جماعت بسته شد رو به میدان جهاد میرفتن. در کنار دریای نیل یا روم یا فارس بود، کجا بود رسیدن، گفتن حال از این دریا با این اسبا و شترها چگونه تیر بشیم اون طرف سرک. گفتن دعا میکنیم که یا الله ما برای تطبیق دین تو، برای دعوت توحید تو، برای رسوندن دین تو بیرون شدیم. یا الله ما ابراهیم و موسی نیستیم، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم که برای رسوندن توحید و یکتاپرستی تو هجرت کردیم. یا الله اسباب مدد و نصرت را مسخر کن برای ما. قدرت تو مافوق دریاست، مافوق مخلوق است، مافوق ملائکه است، مافوق ذرائع و وسایل کل کائنات است و تو به مدد کردن محتاج به اسباب و وسیله نیستی. ما محتاج هستیم، تو محتاج نیستی. خب دقت کنین، امروز ما صفات مخلوق و خالق از هم تفکیک نکردیم. بعضی وقت فکر میکنیم الله محتاج است به وسیله، نعوذ بالله. همین واسطه است که مردم میبینین به صفات سمیع بودن و بصیر بودن و خبیر بودن و عالم بودن الله صدها مرده و زنده و اولیاء و الله و پیرا و رهبرای خود شریک میسازن، دور از مسلمان های سالم. اینجا دعا میکنن، اسبار بروی دریا برا میزنن. از اون طرف ایرانی ها وقتی که میبینن این رافضی های ایران میگن، بعضی میگه جنیات آمده، بعضی میگه پریا و دیب ها آمده، نزدیک میشن. یک صحابه میگه ما اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم که با برکت کلمه توحید الله متعال مدد و نصرت خود را شامل حال ما کرده و این دریا پیش روی ما سرک و ما از روی این دریا با اسبای خود تیر شدیم، از داخل آب غرق نشدیم. و ما شما را به یک توحید دعوت میدیم که بخوانید لا اله الا الله محمد رسول الله. از این پرستش خدایانی که بیچاره‌ها خودشان خود نجات داده نمیتونن در قبرها، از بندگی از اینا خود آزاد بسازید. این چی حماقت است که در فلسطین صدها پیامبر قبرستانش است. اسرائیلیای لعنتی قبرهای اکثر پیامبران انفجار دادن. چرا معجزه و کرامتشان دفاع نکرد از اینها؟ پیامبران عزیز هستند، زیبا هستند، محبوب هستند، معبود نیستند، اله نیستند، خالق زمین و آسمان نیستند و در هیچ صفت الله شریک نیستند. مشکل همیست که مردم امروز صلاحیت یک نجار و آهنگر و چوپان و دکاندار فهمیده، صلاحیت الله و صلاحیت مخلوق از هم جدا نکرده. معبود الله است که هرگز عابد نمیشه و عابد غیر الله است که هرگز معبود نمیشه. و هرگاه که عبادت ها رو برای خود دعوا کردیم، بیا به من رکوع کو، بیا به من سجده کو، بیا به من تعظیم کو، بیا هر گفته مرا به خلاف کتاب الله و سنت قبول کو، بیا از من به ضد دین اطاعت کو، این خود دعوای الوهیت است، دعوای الله بودن است که انسان طاغوت میشه، خبیث‌ترین و نجس‌ترین و ملعون‌ترین کافر میشه. اما اگر مردم میگه چرا کفر این لنبر پلد نداره، چرا شاخ نداره، دو تا شاخ نداره. ابو جهل بیترین چهره زیبا داشت ظاهرا. ابو لهب قدر مقبول و خوشصورت بود، خیلی زیبا. باید بگیم الحاج ابو جهل، چون 37 تا حج کرده بود. با آنقدر در کفر خود موحد بود که حتی قبر و پیر و انسان پرستش نمیکرد. یک بت جور کرده بود، روش نوشته کرده بود ابراهیم علیه السلام، من ابراهیم پرستش میکنم. الله میگه به پرستش ابراهیم مشرک و کافر ژاپنی شدی. پایینتر از ابراهیم خود 2 کفر است، 3 کفر است، 100 کفر است. ذکر من اهوا فزاد